سلام، ویدیو جدیدمون هستش که تقریبا مثلا میشه گفت اولین ویدیو کانال. یه ویدیو قبل گذاشتم که مال این دستگاه بود، دستگاه 42 های تخم مرغ بود که اونو جوجاش در بیان حتما براتون فیلم میگیرم. اینی که آقای از ارومیه شرکت تخم نطفه‌چی برامون فرستادن، تخم بلدرچین هستش. تخم بلدرچین و اینم از تخم بلدرچین هم. ببینیم که سالم هستن خرابن. ببینیم بسته بندیشون چجوری برامون ارسال کردن. بسته بندی خوبی داره، کاه ریختن روش. به به، بسته بندی عالی. بسته بندیشون واقعا عالیه. تخمای بلدرچین ژاپنی هستش که میشه گفت بسته بندیشون عالیه، ترکی چیزی هم بر نداشته. و من اینا رو این یه دونه ترک برداشته، متاسفانه ترک برداشت که ما نمیذاریم داخل دستگاه. این یه دونه ترک برداشته که ما نمیذاریم داخل دستگاه. اینم ترک برداشته متاسفانه که ما نمیذاریم دستگاه. خب من اینا رو دونه تقریبا بگم 6500 تومن خریدن که با تی باکس برام ارسال کردن، که این نشون دهنده اینه که تی باکس کارشو خوب انجام نداده که تخما رو شکونده دونه دونه. خب ما بریم اینا رو بچینیم و برمیگردیم. خب من تخما رو چیدم، تقریبا انقدر شد و انقدرشم تقریبا شکسته بود که به درد دستگاه نمیخوره، که 1 و 2 و 3 و 4 و 6 تا تلفات داد و تقریبا از 50 تا 44 تاش سالم بود. ما بریم اینا رو بذاریم دستگاه برمیگردیم. خب این حالا دستگاهمون هست که راکو باید تکون بدیم رو به طرف خودمون. اگه علاقه‌مند به پرورش بلدرچین یا مرغ هستین، پیج من رو دنبال کنید، سابسکرایب هم کنید که بیشتر براتون ویدیو بذارم. حالا از قبیل مرغ، بلدرچین، پرنده های دیگه میارم. حالا فعلا که مرغ و بلدرچین رو براتون ویدیو میذارم تقریبا. یه مقدار پراکنده چیدم که احساس میکنم اینطوری بهتره. خب محکمه، این گرفتتش. این درش هم ببندیم. این از بلدرچینامون، اینم از مرغامون که فعلا داخل دستگاه هستن. اونم از در اومدنشون براتون فیلم میگیرم. اگه خوشتون اومد سابسکرایب کنید. ممنونم از شما. خدا نگهدار.